لحظه‌ای که همه طرفداران فوتبال به یاد دارند، پاس طلایی برای گل برگردان افسانه‌ای وین رونی بوده. پشت این لحظه درخشان نانی ایستاده بود، ستاره‌ای که همیشه در سایه بود اما همیشه درخشان. لوئیس نانی با رقص‌های خاص و تکنیک ناب خاطراتی ماندگار برای هواداران منچستر یونایتد و پرتغال ساخت. قهرمانی اروپا با پرتغال، لیگ قهرمانان با منچستر یونایتد و افتخاراتی دیگر که نام نانی را در تاریخ ثبت کرده. 616 بازی، 128 گل و 145 پاس گل، اعداد به یاد ماندنی برای ستاره‌ای که در 37 سالگی با فوتبال وداع کرد. نانی گفت زمان خداحافظی رسید. از همه کسایی که کنارم بودن تشکر میکنم. دیگر رقص نانی در میانه میدان را نخواهیم دید، اما خاطراتش برای همیشه زنده میمونه. نظر شما در مورد نانی چیه؟ آیا خاطری از این بازیکن دارید؟ برامون کامنتش کنید.